Assalomu alaykum hamdiyoroni aziz. Ma imroz ba studiya televizion sux rahbari xazinayi pensiyayi g'ayribyudjetiy nohiya sux Rahmatjon Devonaevro da'vat kardem. Rahmatjon ba studiya televizion sux xush omaded. Imroz darbораи pensiya va nafaqa farqi va chiz pensiya ба киҳо таъин карда мешавад ва нафақа ба киҳо дар ҳамин бора истода мегузашта хеле хуб мешавад. Ҳанӯзака тугрӣ савол додед. Пенсия ки нафақаи фарқаш калон аст. Пенсия гуфтаги чиз шахсоне ки стажҳои кори доранд пенсия таъин карда мешавад. Шаҳрвандоне ки стажи коришон нест, ногирон шуда ки солашон расида 7 сол стажи коришон кам ба ваҳо нафақа дода мешавад. Пенсия аз ҳисоби пенсия ҷамғарма дода мешавад, нафақаи аз ҳисоби иҷтимоӣ хизмат марказаш дода мешавад нафақая. Акнун дар бораи мана пенсия таъин кардан ба ман дирӯз аз шабакаҳои интернет дидам ки пештар одамоне ки ба пенсия солашон рафта мерасад, мана мисол мо ки вақта ба пенсия солмон рафта мерасад, ҳуҷҷатҳои лозимро тахт карда ба идора рафта, ба идора аз идора сарсону саргардон мешавем. имрӯз ҳамин хел фаҳмидам ки ба тарзи электронӣ таъин карда мешавад. дар ҳамин бора ҳам рӯшан меандохтед. To'g'ri, hozir 1 марти 2025 сол 353 қарори президент буромаки шаҳрвандонамо солашон ба синни пенсия мерасанд, занҳо 55, мардҳо 60 ба дарон با شکل همه طلب می‌گردد که حجت با شکل الکترونیک قبول کرده می‌شود. یعنی معلومات ها از وزارت اداره دولتی گرفته شده. پاسپورت شهروندان ما باشد مرکز پرسنل کنونی عدلیه حضورش گرفته می‌شود. 1 مارس سال 2025 شخصان نفقه پنسیون می‌برند که هم باشند حجت هاشون یعنی معلوماتشون استش مهنتشون طرز الکترونیک قبول کرده شده. استاج کورشون مهنت یگانه ملی مهنت گرفته میشد. معاشی کورشون باشد سیستم خلبان و کمیته اندازه دولت سالق نسبی سیستم هوا گرفته میشد. اما معلومات ها مهمش همین شد که شهروندان ما در جای شهرشون اشته پنسیون تعیین میکنن. در خانه‌هاشون اشته پنسیون تعیین کرده میشد. همون فقراها ما نمره تلفن ازبکی رقمشون باشد، رقم صحفی نمیاد. اگر رقم تلفن نداشته باشند با واسطه پشت خبرها گسیل کرده میشد. من مردها یا زنها با سن 55 مردها با سن 60 در اومدن. خود از خود در حالت اتوماتیک پنسیون تعیین کرده میشود. هم شهروندان ما من گفتنده که من در من تلفن من مثال سیم کارت uzma бай. سین من که با 60 رفت من با یگان درگاه نمیرم. در حالت اتوماتیک با تلفن من خبر میاد. خبر میاد که فقرا شما همه یکمت سالتون 60 به درآمدتون و شما پنسیون تعیین کرده شده میگید. تعیین کرده شده که صحفی نمیاد. اگر تلفنتون نداشته باشید و واسطه پشت خبرنامه گسیل کرده میشود. 10 سال آخر رو به حساب میگیرد. اگر 10 سال آخر معاش بیشتر باشد اگر بیشتر به پنسیون میبره میگه. پنسیون نازم. همین در همین باره هم روشن میانداختید. پنسیون قانونی گفته که آخرگی اون یلی گفته که آخر 10 سالش گرفته میاد. فقرا داروی یوشون کورهای بلند کور میکنن و سالشون پنسیون برسن کوریک سایتاش میگذارن. برای همه این قانون گفته گذاشته که فقرا آخرگی اون یلی گذاشته. آخرگی 10 سالش میگیرد. قانون گذاشته 10 سال قفقوی پرستوفته پیش گرفته نمیشد. قانون گفته گذاشته که فقرا خواهد از تلفن است پنسیون برآمدن عرض داشتم حقش است. فقرا دولت مرکز برافته حاضر بسیار از دولت مرکز عرض دوستان یگانه چه میگن دولت مرکز برآمده پنسیون عرض میستن. این با پیش جمعیت خواهد فقرا با پیش جمعیت مراجعه کرد خواهد با دولت مرکز در جویش خوشون شده بودم سالشون نسبت پنسیون عرض دادم حقوقشون هست. آن 1 مارس 2025 فقرا شهروندان ما هیچ جو مراجعه نکرده سالشون نسبت با پرسنل کنونی مرکز به خوش کردگی شد که در جویش تگوشون پنسیون تعیین شد جو که نتیجه فهمیدش نمیتونن. من اگر شهروندان ما طلب میکنم التماس میکنم که فقراها کور کسیان شهروندان ما کور کسیان و جویش سجی کورشونه با یگانه ملی باز مهنه نداره وردگی همون تشکیل رهبرها و التماس ما یک طلب ما همون که کادرشون باشه یک اشری تو چوشون همون فقراهای هر کی کارگر خودمون باید بدرورن یگانه ملی تیم بازشون درورن بسیارها دیلشون کار میکنن میبینن که داخل تعلیم سالن سرشون کار میکنن پنجشون رد سبب رد شویش همون مسئول فقرا خودمون
mehnat stajishoni va darolardagi ne همون تشکیلات بوغالتریش صبحچیش دارن یا کادرش دارن همون کادر مسئول خودمش کی که بول کرده درآورد نشده کرد مسئول خودم باید با کادر درآورده مونات فقرا در جوش پیش تعیین میشه هیچ جور نرفته انا کن شخصانی که پیش کار کردگی حاضر کار نکرده سویا آخرین کار نکردن داوری سایز میگیم مثلا یا که تو 95 سال کو تو 2010 سال کار کرده دولت‌های روسیه برآورده که پیش دیگه کار نکرده که با هم 10 سال 15 کار کرده دیگه کار کرده که نه همون فقرا هم مهنت دفترچه‌شون گرفته با مهنت بولمش یعنی کماقل قسمتش میگیم و اونجا با ویپل حال یک فقرا و خودم دو دیگه دلنی مهنت دفترچه‌شون درآورده پنسه جمع‌آوری گسیل میکنن گسیل کردن بعد یعنی یک روز من نماد چون همون سوال پنسه‌شون رسید ابتماسی خش خراب پیدا تعیین کردن هیچ جور دیگه توزو هر خیر اولگرچی نمیشه میگم بسری نفقه من در اکثریت زن‌های ما در خونه می‌نشینن یا که مردها در حال چیکار کنیم در دولت‌های همسایه در دولت‌های روسیه میگردن یا که من کسل بیمار هستم من دیروز من با تلویزیون برای هم صحبت این سوال دادم چون که با اونم در شعبه اندوز کار می‌کرد همه خیلی با واسطه تلویزیون این چیزو ما اعلام داده بودیم و ترغیبات کرده بودیم 370 همین موافق قرار و سپارش‌های پرزیدنت 375,000 سوم اگر سپارت در یک سال در مابین 7 سال خود از خود با پنسه میبرند اون زن‌هایی که مثلا عائله‌ای که در خاندان بیکار نشستن بیمار هستند یا دیگه چیز هستند چه سپردهشون در کار و در مابین چند سال با نفقه برآوردنشون ممکن است اینم تو سوال فروته که حقیقتا هم شخصانی که مونده بسیار جایی کورشون نباشن مردها با شهر روسیه چه دولت‌های همسایه میبرن زنها در خونه و فرزندانشون که بم میکنن در خونه‌شون مولشون های چوروهاشون های یا که پرنده هاشون های همه های بحث و هوای و گرفته اوزو بانکلش یعنی خودش بانک کردن و حقوقشون های در یک سالنده 375 بعضی سوالش هم 375,000 پلیس بودن مو یک سال استاج میگیرم همون فقرا میگه من 45 نمیشن 10 سال سپرن 55 سالشون هستن هر یک سالشون یک سالشون با 375,000 سال برون مو 7 سال سازگیشون پنسه میبرن فقرا 7 سال هست که من بدون قانون نشسته با چوروای خود یا که با زمین نزدیکی خود یا دیگر با تومارشون گفت البته بانک باشه دو 375,000 با شوبه انداز میسپارن و بانک رفته سپرده میسپارن بعد 7 سال با جوی سجی کور میشن پنسه شما پنسه نازتر میبرن بازم چند پول برآوردنش ممکن است این کم پنسه مو 745,000 میشه 5,000 پنسه با کمش هم 700 این هم برای مردم یک پیشروی لازم چیز است لیکن اینا بسیار آدما با فکرم نه صرفا نمیرن چون جای کار نیست میگن لیکن در خونه نشسته با چاروهای خود یک پرنده خودشون بانش اگر 375 در یک سال 375 این کوارتر هم سپورشون هم میگیرن میشه سپرن در یک سال 375 سال بعضی سالش هم یک برابرش برابر سپرن 375 سال یک سال سجی کار که میشه من درباره ترتیب تعیین کردن پنسیا من سوال کردش گفته بازم چی نوگرا هست در همین باره چی گفتن هست ترتیب ساده شدنش بازم برای پنسه برآمدن دعوتش بسیار بود تشکیلات به تشکیلات میگشتن من بازم میگم که قلایلیک شد برای فقرا و شهروندان ما که مو بعض مو دولت ارخیوش خوش کردمون فقراها دیگه وایبر نمیرن دولت ارخیو سپرا بعد پنسه برام معلومات گرفتم من نمیرم فقرا پنسه برآمدن است از کورشون نمیسوز ارخیو سپرده ارخیو رفته ارزه دودا وقت پوزه نمیشن فقرا شهروندان میگم من در تشکیلات کار کردم باز ارخیو سپرده است دیگه هم مسئله ها میشه من همین سوال دادن هستم که به همین جو اومده مقدتان با یک کس با من مراجعت کرد من 10 سال کار کرده با دولت خارجه رفتگی لیکن در دستم دفترچه مهنتم نیست در ارخیو باید نبرم جای کارم نبرم در این باره چیکار حقیقتا هم کار کردن مهنت دفترچه‌شون گم کردنشون هم ممکن نگرفتگی کو گم شدن دولت ارخیو رفته ارزه نویسن ارزش روی بوروقشونه بوروق کده مهنت اولیکشون استاجی کورشون یا که بوروق کار بدرم کای کار بدرم کدام سال روچ شده کشون اگه پیشتر الکترون حالتون نبود برای همون گفتم مو چیز
davlat arxiv va zaпрос g'isel mekanizm talamnoma g'isel mekanizm va fuqaro haqiqatan ham falon so'lda ko'rkar gifta zaprosi va xodimoy arxiv deydi birimida ya'ni duruza halqada rahmatjon umuman nabaromadan ham mumkinmi? Mana 10 so'l ko'rkarda ba davlati Rossiya raftanman. برای مثال در arxiv ham nabaromadanish mumkin, در من دفترچه مهنتی نیست، همه که شنش هم ممکن. باید هیچ خد باید هست. حقیقتا هم نیافتنش سببش در arxiv همون تشریفات نسپرده گمشه برفته که باشد. عموما یافتن لوجش نباشد، 7 سال استاجی کارشون کم باشد، زنها 60 مردها 65 میبرد. 7 سال کم استاجیشون باشد. باید حساب گرفته نمیشه. من الان چیزی رو شنیدم که 7 سال کم استاجیشون باشد، عموما هم یافتن نشد، سود کده حل کدش ممکن. همه حالات عموما نشده که چوکش یافته. گواهی لازم نیست. من مثال با من کته فلان چی کار کرده گواه. همون گواهی سود نمیتین. سود به چهره سود همون کار کردشون تصدیق. عموما در ناحیه مونده در ناحیه سوخ چند نفر شهروندان پنسیه میگیرن. در تومان مونده 9800 نفر فقراهمون پنسیه گرفته میبینن. سوال دیگر یک شخص با من مراجعت کرد که من نفقه پنسیه همسرم رو اویلم رو با کارت کلاسیک گذراندن هستم. در این باکی مراجعه میکنم. با شما می با دولت خدمت می یا که با نه تو سوال دادید حاضر فقراهمو پنسیه جمع‌آوریمون از بانک ما رفته صبح رقم شده پیش مو صبح رقمشون آورده سرسونه کرده میشدن. حاضر فقراهمو طول خلبان برفته شرطنامه کرده خواه خلبان مونده دیت بانک هیات اگرو بانک ده خلبان دولتی خواه اگرو بانک گران خواهان خلبان گران خلبان برفته اون پاسپورت ایشون تصالح چوزشون تیان و هو اتوماتیک ترجمه و اگزل میکنه. صبح رقمشون نکشید پیش جمع‌آوری گشتن اومدشون شرط نخواهش اتوماتیک ترجمه و میگرده. و به شکل الکترونیک و میبینه معلومات رو میبینه. کارت رو از بانک میگیرن. از بانک کارت میگیرن. کدام معماهای سربسته هست در شما؟ مردم با اداره شما یکدیگر نافهمه شده بسیار سرسان شده اومده رفتن شد کدام معماها هست؟ من مرحمت میگفتم. حضور گه حالت مونده معماها اوج برطرف شد همه با طرز الکترونیک شد همه حجت ها به طریق الکترونیک قبول کرده سوز پس جمع‌آوری ما هیچ خاصون حجت نوارسیان حجت طلب هم نمیکنند دیگر معمول همش الکترونیک با شکل الکترونیک قبول کرده با شکل الکترونیک پنج تعیین کرده اونسی باز کدام معما هست البته با اون نویسید در نوبت خودش ما جواب بدیم. تشکر زیاد برای صحبت. رحمت